ابوبکر صدیق میگه و پیشش گذر کردم، نگاه کردم به نهایت حالش بد است. گفتم ابو جهل چند سو میفروشی بلال را؟ میگه گفت 100 تنگه. بلال میگه 100 تنگه برآورده در دستش دادم. بلال خلاص کردم آوردم نزد رسول اکرم. میگه ابو جهل در تمام شهر آوازه کرد که اگر ابوبکر 1 تنگه میداد من میدادمش در عوضی که مرا 100 تنگه داده است. ابوبکر صدیق اگر تو میدانستی منزلت بلال، اگر تو میدانستی که قدر بلال، تو میدانستی این توحیدی که در وجود بلال است، تو اگر 1 تنگه نه 1000 تنگه میگفتی من میخریدمش. وقتی آوردوش درون وجود بیرون سیاه بود، لکن درون آینه واری سفید بود، همه وجود ایمان بود. رسول اکرم دید که بی نهایت ایماندار است.